بچو یورا کی گمراه کرد. این پرسش را فضیله رحیمه و قریب هر روز تکرار میکند. هنوز پاسخی ندارد. ما چی میدونیم که یو تعریفی که دارن پیروی کشیدن بچم. سال 2015 همه چی تغییر یافت. گل احمد و جمعه خان فرزندان 32 و 30 ساله نظرفا که در روسیه مهاجر کاری بودند دیگر با والدین تماس نگرفتند و پول هم نفرستادند. سر یمون دیگه ما تلفن کنی بچه را ندیدیم یمون میدم. گفت دیگه همون تلفن در دست من نمره تلفن سیم کارت هستو اون کدام که یکی بچه یک تلفن میکنه یمون رو شو خو میکنه تلفن در بالای سر من. بعداً با والدان گفتند که گل احمد و جمعه خان به سوریه رفته به صف گروهی به نام دولت اسلامی پیوستند. تا کنون هیچ خبری از هر دو ندارند. فرزندم امی با امی کلون میکنی میگن از سوی پیر فرزندم. سوی که از سر پیر دستگیر کنه این امی سول مورا دیگر. مکتب جامعه تحصیل میکرد. خیلی بود که مکتبه. دو پسر دیگر خانواده بهادر 35 ساله و امام علی 22 ساله در زندان در شهر دوشنبه همراه هستند. تماشا کنیم. باشون شهر گفته است که در اینترنت رو اومده گفته به همون طرف تماشا کنیم. و تماشاش کردن. من همی قکار دایی نکده. نوارایی که مثلا جنگی اموسونه تماشا کردن. می‌جنگیدن همونو؟ البته انواره که دیگر نگفتم که چیره گفتن که همون طرف تماشا کردن. امام علی در دانشگاه ملی فاکولته داروسازی می‌خواند. مادرش آن گاه با بهادر و امام علی در زندان ملاقات می‌کند. خیلی چی میگه دیگر میگم شیمان این سال خیلی دیگر چی میگه سال بر کرده خچم شیمانم بچم شیمان نیستن که مثال پدر مادر جد بابا چیم بپره رو مثال یک خونه پر خالی. رفتار پسران خواب را از چشمان مادر برد. پدر را بیمار کرد. از او بیمانم یه خونه خالی بچه از او بیمانم یه گلکوی گردم کرد بچه چیه دیگه اید از اون بشم. 6 طفل از 2 فرزند بزرگ پیش ماما و بابا ماندند. کلین ها آنها را ترک کردند. هرچند به گفته آنها گاه می روند و گاه می آیند. دری حجره های آنها بسته است. چکار کنیم؟ چند بچه را کدیم این روز گفتی که با خونه اکل تنها می بونیم. خونه بچه هم جاگاه تلگیم همه خالی بود. فضیله رحیمова میگوید نمیخواهد هیچ مادری در تاجیکستان تقدیر او را داشته باشد. خیلی خداوند همه مادرها را که دیگه تحریزگار نشونه توزای بده و حضرت پروردگار کریمه که چپ گردنه روشونه و قوی چی میبون مادر در بریدشونه خدا جان.